السلام علیکم بیننده‌های ارجمند. این برنامه نوبتی توجه است. برنامه با اون مسائل توجه میکند که واقعا از مسائل مهمی جامعه به شمار می رود. برنامه توجه میکند تا بیننده نیز به این مسئله توجه کرده باشد. موضوع امروزی ما با یک مسئله بسیار مهم و داغ جامعه بخشیده شده است. انسان همیشه به چیزی میل میکند، چون چند مرتبه دیگر میل کرد حتما چون شوق پیدا شد از آن وابستگی پیدا میکند و اون میلان ها واقعا میلان های خوب هم هست و میلان های منفی نیز در حیات ما جای دارد. وقتی میل بی اختیار شد او به مرحله وابستگی میگذرد. مهمانان برنامه ما امروز نفرانی هستند که نفران فعال جامعه، نفرانی که سخنشان در جامعه وزن دارد. گذشته از این نفرانی که این موضوع را تحقیق میکنند به برنامه دعوت کردیم. خیرینیسا تیمیرova، رئیس شورای زنان کمیته محلی به نام قاری رحمت قربانی شهر خوجند و همچنین استاد دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد عاصمی در شهر خوجند. خوش آمدید میگم. استاد حاجی حسین موسی‌زاده، رئیس شورای علمای دینی ولایت سوات. استاد خوش آمدید میگم. خسرو داداجانوف، روانشناس پسیخوتراپیست، رهبری تشکیلات جمعیتی مرکزی ریهابیلیتاسیونی گرفتاری‌های روانی. خوش آمدید میگم و جهانگیر پولاتوف، روانشناس، مشاور عید کار با گرفتاران در این مرکز. خوش آمدید میگم های شما رو کارشناسای عزیز. سوال نخستین من از شما محترم خسرو داداجانوف در مورد آنی که وقتی تا فرصت آمادگی به برنامه وقتی با شما هم صحبت شدم شما گفتید که این بیماری است، یعنی گرفتاری. ما سخن آغاز کردیم در مورد اینترنت، اما گرفتاری ها پهلو های دیگر را نیز دارد. مثلا گرفتاری اون که نفری به مای عادت میکند چون بسیار نوشید از اون حالت دیگر جدا شده نمیتواند و وابستگی میزدگی. نفری نشأمند شد و او دیگر از اون مثلا گرفتاری گویا همین گونه است که او گرفتار است و نام او گویا همین گونه است که نشأمند. یا نفری هست که مثلا بازی های شوق انگیز ذوق را یا مثلا بازی هایی که مثلا در مردم آن رو بازی های قمار میگویند، یعنی اون گرفتاری است. شما در یک صحبت گفتید که این بیماری است. چرا آن رو بیماری میگویید؟ مرحمت. در تجربه من دیده ایستادم میگن این کسلی نیست، باید شخصی که گرفتار شد و بسته شد به این چیزا باید خودش من روسو میگن سیلا ولی توجیکو به فکرم ارادهش رو مستحکم کند، خودش رو به دست گیرد، باید نکند. لیکن این تجربه نشان داده ایستاده است که نمی شود. برای چی؟ برای آنکه این وابستگی به افزایش خودش هست. وابستگی استادی خودش دارد. هر یک استادی آدم میگذرد استادیوی بعد آخر به میبود کسل میشه در ازروشنی ارگانیسم به میرود. مرحله های اول به مثلا تشکیلات شما چی کمک کرده میتواند؟ شخصی که میبود یکمین درجه او درک نمیکند که او کسل است. او درک نمیکند. او فکر میکند که من کی که خواهم بحث میکنم، که که خواهم کنترل میکنم، نظارت میکنم. لیکن افسوس نظارت ندارد این چیز. شخصی که اوجه وابسته شد نظارت گم میکند، این همون نسیل اولی گفتیم گم میشد. این بعد یکمین کاری که ما میکنیم به شخص فهمانده میدیم که این کسلی است. او میفهمد؟ میفهمد. دوام 8 ماهی که شما فعالیت دارید چند نفر شما مراجعت کردن و مثلا اگر به فویز گوییم چند فویزی آنها واقعا برای درست زندگی گوییم راست شدن؟ 8 ماه 20 نفر 25 نفر مراجعت کردند. از 25 نفر اکنون پرسنت کتنی فویز کتنی 6-7 نفر уже برآمدند. حضور ما این بعد تبو بعد گرفته برآمدن از نزد ما با همکاری میکنیم با اوله، نظارت میکنیم، پرسیده میستیم و میخوریم هر روز. اینا حاضر حالتی روحانیشون نقص، جسمانیشون نقص، اویلوی نقص، جمعیت کتی نقص، کار نقص، همش نقص رفته ایستاده است. تشکر. یعنی آنها رو والدانشان گرفتیم، آنها با پای خودشون نمیبینند برای آنکه آنها نمیدونن که کسل هستند. تشکر. استاد سوال نوبتی من از شما است. دین مبین اسلام در مورد همین گوییم وابستگی ما گفتیم که این چیزی است که با روان انسان گوییم اینجا اشاره شد در مورد گوییم داشتن اراده که مثلا اگر این اراده داشت حتما، اما چون نفری که گرفتار شد او در نظر اول اینجا گفتن که مثلا به خودش باوری دارد که من زود رها میشوم، اما چنین نیست. اسلام چی میگه به این مسئله استاد؟
تماشابینان برنامه توجه اولا السلام علیکم. الهام جان عزیز، دین مبین اسلام یک دین پاک است. اون چی که برای انسان ضرر میرساند وی رو منع کرده است. از اون جمله قماربازی است، نشه‌مندی است، دیگر است. این برای انسان در دوام حیات البته ضرر میرساند، با آن باید مبارزه بود. اصلا ما نگاه کنیم شعور انسان به همون محیط وابسته است. مثلا در کدام جایی که زندگانی کند، در کدام زمانی که زندگانی کند، انسان با همون مطابق می شود. امروز اگر ما بید با حیات تاجیکستان نگاه کنیم، اگر مردم ما الحمدلله در یک محیط تنج آرام زندگانی می کند، لیکن وابستگی ها هست. مثلا قسم اساسی مردم ما امروز با تلفن وابسته است. در دست همه تلفن هست، پلنشیت هست. حتی همه کودکایی که 2 ساله هستند، 3 ساله هستند، همون وقتی که پدرش از در می درآید، اول چیزی که از دست پدر میگیرد تلفن میگیرد، تماشا میکنه، میگوید. خودش گپ زدن نمیتواند، لیکن تلفن رو کشاده میتواند. این بار انسان حیران میشود. یعنی برای وی تعلیم دادن ضرورت نبوده است. و وقتی که خودش خواهش دارد، میبیند که مادرش با تلفن، پدرش با تلفن، برادرش با تلفن، این هم همان محیط به داخل میشود و پیش از اون که وی یاد دهند و خودش همان رو مثلا پیش برده میتواند. مثلا حیات ما اگر 10 سال پیش چنین نبود. امروز تکنولوژی پیش رفته است. اسلام هم مثلا یگان زمان رو منع نمی کند. مثلا پیشروی تکنولوژی است، پیشروی علمی هست، اینترنت است، دیگر هست. اگر به منفعت انسان باشد و قبول است. معیار استفادهش چی است استاد؟ مثلا اکنون معیار استفاده اون است که هر یک چیز حد و حدود دارد. بله. وقتی که وی به ضرر تبدیل می‌یابد، حدود رو می‌گذرد و علاقه یعنی ممکن نیست. در فتاوای عالمگیری بیان میکنند که هر یک چیزی که برای انسان ضرر میکند و منع است در شریعت. مثلا ضرر تلفن از صبح تا بیگاه بعضی آدمان هستند که با تلفن گپ میزنند. علاقه و وابستگی همان با عادت کردند. حتی بعضی ها در مجلس نشسته، یک نفر در از منبر برآمد کرده است، این تلفن بازی میکند. یا در معرکه ها، توی معرکه ها میشینیم، باور کنید بعضی یک چند نفر ها با همون تلفن خودش مشغول است. نگاه نمیکند که در نظرش کی است، چی صحبت رفته استاد است یا چی سرود خوانده استاد است. برای فرقش نه، فقط همان تلفن در آمدن و کدام شبکه ها در آمده همون تماشا میکند. یعنی این چونایی که گفتن در حقیقت آهسته آهسته رفته به بیماری تبدیل می‌یابد و به همان تلفن روز خود را گذرانده نمیتواند. من نگاه میکنم که اکثر جنجال های عائلوی از پس تلفن است. یعنی با واسطه همین تلفن. غیر از آن این یک وبای عصر گوییم می شود، مثلا نشه‌مندی یا که قماربازی. امروز قماربازی پیش اگر 4 نفر 3 نفر جمع شدن قماربازی میکردن، کارت بازی میکردن، امروز با طریق اینترنت همین چیزها هست که وای از پگاه تا بیگاه هم وقتش میگذرد، هم عمرش بیهوده میگذرد، هم در اون قمار بای میدهند. با طریق اینترنت اینقدر همین فریب و نیرنگ های زیاد است که مردم رو با مشکلی دچار میکند. باید مردم ما از این احتیاط باشند. بعضی با هم لذت میبرند، راحت میکنند، هم با هم قماربازی و دیگر چیزهایی که در همون اینترنت پیدا میشود. حتی بعضی ها خانه خود را میفروشند، روزگار خود به یک چیز نمی بیارد، لیکن برای تلفن و پول مییابد. تشکر استاد. واقعا اینجا استاد بسیار خوب گفتن که هر چیزی که برای انسان ضرر میرساند دین هم آن را منع کرده است. من از معلم خیرنسا تیمی رو بپرسیدم. معلم عزیز، شما برابری استاد دانشگاه بودن، همچنین
رئیس شورای زنان کمیته محلی به نام قره رحمت قربانوف شهر خوجند هستید. شما با مردم کار میکنید، در رابطه دائمی مستقیم قرار دارید و همین گونه مراجعت ها تا فرصت این چیز یک رجوع یک نفری به عنوان برنامه های تلویزیونی SM1 زنگ زدن و بسیار زور گریستند. مادر احساس می شود که نفری کلان سال است، معلمه بودند اون کس، گفتند که یک فرزند من گرفتار است، گرفتاری گوییم بازی های شوق انگیزی قمار که مثلا تمامی جهاز خانه را فروخت و از بس که خانه حجتش به نام من که هست، من میترسم که کاری نکند و این خانه را نیز گوییم به فروش نماند. یعنی سخن در مورد آنه که اون فرزند او یک پسری او گرفتار است و معلوم است که برابر فعالیتتان شما در محله برابر مثلا این مسئله و همچنین مسئله اینجا استاد بسیار خوب گفتن که حالت‌های جداشوی عائله ها، یعنی همون تلفن به سخت وابسته شدن، این هم گرفتاری است، گرفتاری روانی. بسیار خوب شد که مثلا یعنی روان انسان، پسیکولوژی انسان همیشگی برابر خوبی دیدن، همیشگی مایل به بدی بیشتر توجه میکند. در تجربه کاریتون شما همین مسئله رو دیدید و چگونه حل کردید معلمه؟ رحمت. السلام علیکم بینندگان عزیز. ایلهام جان امروز یک موضوع رو روی مطرح آوردید که برای پیشروی و برای بازداشتن همین خیل حادثه های نامطلوب یکی از موضوع های مبرمی روز می باشه. عادت دو خیل می شود، مثبت و منفی. عادت های مثبت ما از خردی بچه دندانتش بسم الله الرحمن الرحیم گو آمین گو لباست راسته که پشتی دیگر عادت‌های خوب عادت میکنیم. این مثبت. اونی که ما مثبت تربیت میکنیم از کودکی علاقه ما مثبت تربیت کردن ما در کار. منفیش من خیلی که دیده استاده پیشتر اگر مردای کلان خیلی که استاد گفتن قمار بازی کنه، یگان خانه و قمار خانه بود و ما هم خورد بودگی هموند میشوندیم، هم خیلی حادثه ها شده است گفته باشد. حاضر این خیلی نه، حاضر انا همین مرکز های خوشدلی بوکمیکیری چی میگویند که همون جاها در حقیقت به جوان های ما نهایت ضرری کلان رسانده استاده است. ما پیش راهی وی گرفته نمیتوانیم چون که وی سرتیفیکات دارد و اونجا کار کرده است، فعالیتی رسمی دارد، فعالیتی رسمی دارد، یا اینکه ماینوش اون وقت مای مینشد که خونش به یگان خیلی زیافت و توی وی به کمتر مینشد و عادت نه، یا بعضی ها همون کای توی میشد، یعنی اون کس که علاقه ذوقش پیدا میشود. لیکن وقتی که عائله و هر روز جنگ و جنجال شدن گیرد، در درود همسرها مادر کار نکردی پول نآوردی اینو گویم میبرد و یک استکان یکون چه میخورد و ما همین محله و همین سویدی داشته خورده آخرش عادت میشد وای همین که خودش آرامشش مییابد. همون میخورد و اون تو میرد هوای ماسک هم نزنی میگن گام نمیزنن، سحر میخیزد خیلی که اینو گفتن با میبرد و ایگونجا یگون پیاله مییابد با یا قید میکند یا دیگه میکند با اون تو میرد. همین خیلی که بسیار است. لیکن خیلی که گفتید من این قماربازی من نامشون نمیگیرم، ما ویا مراجعت کردن و حتی در بین دانشجوها همین خیلی حادثه شده ایستاده است و دانشجو پدرش مبلغ میدهد که بوده مبلغ خانچت سپور، لیکن دانشجو میگیرد و صرف میکند همین راه بازی های قمار به وقتی که نیمی سال میگذرد به دانشجو مبلغ خواندنت سپور میگوییم. دانشجو ها این هفته مجبور میشویم که به پدر و مادرش مراجعت کنیم. پدر و مادرش آگاه میشوند و میگویند که من سنتبر برده سپوردک بدم. بچه تیز پیشی راهش میگیرن، حاضر وای بچه ترتیب به درآمده علاقه چهارم کار شده که خطاگیش فهمید که راهی بد بره. وای فکر میکند که همو بازی بروم یک پولی کلام برم دادای بوام قایل کنم میگدو، لیکن راهی قدم برفتگیش ندانسته میموند. یا اینکه یک عائله مراجعت کردن خیلی که استاد گفتن تلوباری های کلینه گرفته برده وای گراو مانده مبلغ گرفته ان همونجا بازی کردگی و به همین خیل احوال فرامد که قریبی که عائله جدا شود. پیشی راهی و در رو خشتومن و هم طرفی مادر هم طرفی کلین هر دو طرف آگاه شده بچه از راهشان گردانده، حاضر زندگیشان درست شده ایستاده است. خلاصه
این چیزها هر یک کس چخیلی که گفتیم اراده دوستانش در کار مایل که پیدا شد می وای مایل در و پدر و مادر یا زن و شوهر باشد زن حس کرده پیشی راهی و گرفتن در کار همان وقت یک بار رفت این دفعه نغز میشد یک بار بچه پول بیارد مادرش به معقول میشد وای ها مادر پول بیار گفتن گفتگی یک تا اویله و یک دو بار آوردگی دیدی که غوتیساست امکانیت نیست قریبی که انامین گفتی شما خانه فرشته و به خانه مانونه همیخیل اویله ها بسیار شده استاد است من این کارهای منفی کم ترکه ضرراش امروز من پدر و مادر رو با واسطه تلویزیون بینن فرزندشون بینن اگجا پولی افته امداس وای یا پول گفته گجا و صرف کداست کلام می وای اویله دار می قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر میگوییم وای فقط بچه‌های کودکی مکتب خوان نه وای من بچه‌م 53 و برآمد من باید وی نظارت کنم بار من پدر و مادر هستم نظارت کنم کجا میرد کی میرد جویرش کی رفیقش کی کتی هم چیز خیز میکند انا همون جویرهای ناقابل و مای به عادت میکنند نشمندی به عادت میکنند انا میخواد قماربازی ها عادت میکنند که ما اینهای خود ما پدر و مادر رو حس کرده درک کرده پیش راه اینو گرفتن ما لازم تشکر سوال من به جهانگیر پولاتو شما با مردم کار میکنید با اون نفری که به تشکیلات شما مراجعت میکنند روحیه‌ای که اولین بار شما قبول میکنید چگونه است روحی پشیمانی است روحی نوچاری است روحی کمک خواهی است که به من یاردم کنید که شرایطم دشوار است و اکثریت اونهایی که اینجا مثلا خسرو داده جان گفتن اونهایی که مراجعت میکنن با همراهی والدانشون یعنی اونها با پای خودشون نمیبرن بله اونها الکی گویم من تشکیلاتی که شما 8 ماه فعالیت دارد الکی قریب 30 نفری که مراجعت کرد به حساب فایز گویم قریب 28 35 فایز الکی گویم مردم گویم برای درست رفتن اما شما نیز خاطر جمع نیست به خاطر آنه که با والدان آنها همکاری میکنیم میگویید که آنها باید همیشه که زیر نظارت باشد خیلی که مثلا یک نفری که یک جنایت ساده کرد یا گناهی شد و گویم به محبس رفت و آمد همیشه که زیر نظارت است گویم مشاهده های اولین شما به همین نفری که به شما مراجعت میکنند این کسلی اتریسانی میگه توجیهش بگیریم اگر این کار کنی رعایت کردن یعنی درونی سر شما و ها سوای میرده حیات خودشونه دنیای خودشون هست دنیای خودشون هست که همون دنیا باور میکنن یا همراهی یکمش که خودشون زیان میبرن گپی پدر مادر گپی یگان زن گپی یگان کسی نمیگیرن رعایت میکنن برای که همون حیات خودشون هست دو ماهی سرش آمدنشون به رفتارشون هم خیلی رد میکنن میگن من کسام نه که خواهم میپرتم یعنی کنترل دستی منم ده نو رفتارشون هم خیلی بعد 2 ماه استادی میگذارن بعد همراه خودشناسی میبیان نو وظیفه ما احکامش همین که خودشناسی بردن یعنی فهموندن که نو حیات خیلی نه به خودشون میبرید به خودشون میبریم بعد 3 ماه 4 ماه 5 ماه کار کرده همراه بیمارا بعد میفهمن که رفتارهایی که با کرده ایستادن و رفتارها خطا حیاتی که درونی خودشون به بها ساختگی و چیز هم خطا یعنی عقل سالم شما اونده میرسن یعنی این بیماری معالجه شونده است؟ بله این بیماری معالجه شونده است از روی همین استاتیستیک گیرم ما 6 نفری که از برآمدگی خیلی که استاد گفتن همین 4 تا رویه حیاتشون نقش شدگی برای خودشون و فهمیدن که یعنی کنترل کرده نمیشود این دفعه که با یک بار دیگر که رفتن باز همون درونی سر به حیاتشون پیدا میشد یعنی برای خودشون فهمیدن که این چیز کسلی تبابتش هم هست بله بله تشکر و من یک نکته رو پرسیدنی هستم که مثلا نفری که آمد در یک حالتی گوییم در عالم خودش حالتی دپرسی خودش نیز دارد و یک مرحله دیگر اینجا معلم گفتن که مثلا عامل های تاثیر رسان هست مثلا خانه به جنجال شنید گفت که بیام اگر از در خانم بیرون برایم شاید مشکلی های من حل شود و وقتی که در مرحله معالجه
شما همین گونه مثلا توصیه میدید که همین گونه حالت‌های دپرسیا یا همین حالت‌هایی که مثلا برای پرابلم میسازد نشود. فرض کنیم یکم به روسی نامی چی میگه ایزولیاسیون میگه، یعنی همین گونه که توصیه ها نیست هست اگر شاید مرحله شما بگید آخه مسئله دپرسیا این چیزی است که ما میگیم وقتی که آدم یک حالتی یعنی سیتواسیی در زندگیش پیدا میشه، سیتواسیی دشوار یعنی استرس اوور سیتواسیه، این شخص همون سیتواسیه حل نمیکند، میگریزد از وی سیتواسیه، روی حالش نمیاد، همون وضعیت میگریزد، روی گریز میکند. روی گریز یکمین شخصی که وابستگی دارد یکمین مای است یا نشه‌مندی است، میرد نشه میگیرد یا دردی او را سبب میکند، دردی گویا که دردی روانیش، دردی روانیش، دردی که در سری خود دارد، در جسمانی نه، جسمانی نه، در حقیقت هم او پرابلم بسیار نیست، سیتواسیی که حل شونده است. یعنی او شخص عادت کرده است که یعنی من تیزتر حل میکنم پرابلمم رو، یعنی پرابلم همش در سری او میرد اما مایش میزند پرابلم شه. اکنون در وی مو ریبیلیتاسیون مو چیکار میکنیم؟ عیناً نقص قطع کردید که شخصانی که وابستند اونها هم دپرسیا دارند، هم اینا بروسی یک پسیکولوژیستی وای میگن پانیکیسکی اتاک دارند، هم این فکروی نویشی یعنی یک خیل فکروی که میبیاد اثر نمیرود، هم یمین یعنی یک دسته پسیکولوژیستی کسلی دارند. این همون در ایزولیاسیون نشسته همه همو به بیرون میبرد. همون دپرسیا ما مشاهده میکنیم که شخص اوج هسته‌اش دپرسیو نیسته. این ما بعد کار میکنیم با اون شخص در وای میگیم در بروسیش اینسترومنت یعنی به ترجیحش واسطه واسطه میشود. واسطه ها میدیم که این واسطه هایی که در از تجربه پیران سالانی که زندگی میکردند پیشتر یعنی میرفتن اینا استاد میدن نماز میخوندن، این هم یک اینسترومنت هست، یا میرن با بیبی بابا پدر مادر صحبت میکنن بیروستی بی پنهانی حالتی روی خودشونه. مثلا من روزی نیستم با رفتاری دادرم یا روزی نیستم با رفتاری همسرم، من در درون خود گرفته نمیگردم و حالته با غضب و با قهر و با خفگی و با همش گیرون نمیگردم و میرم به شخصی که باوری دارم، یعنی به مادرم به پدرم به استاد میرم میگم من همین چیز دارم در دلم، همین چیز من به دپرسیا آورده شده است. شما میگویید و گوییم خولی میشه؟ هم خولی میشم، یعنی هم خولی میشم هم درمان، هم راهش رو میوام، راهش رو میوام که من چخیل همین پرابلم همین وضعیت حالتم رو حل کنم. یعنی شما محیطی همون نفری گرفتار دیگر میکنید، مثلا او در این محیط زندگی میکند او رو به این محیطی دیگر میآورید، بله به بیرون میآورید. بله همچنین شخصی که وابستگی دارد عقل او یک هر یک ما عقل ما مکانیزم دارد، مکانیزم کار خود را دارد. یعنی همچون جهانگیر گفتند رد کردن، این هم یک مکانیزم امنیتی عقل ما است. یعنی ما همچون من خود من میگم من نمیخواهم چیزی که به من نگاتیو ضرر میزنه یا خوشایند نیست، خوشایند نیست، من نمیخوام رد میکنم. نه من رد میکنم. حتی کودی که خورد همین کارو کرد دیگه من نکردم، و کرده است اما من نکردم، من نکردم بگید من رد میکنم. برای چی؟ برای اینکه من نمیخوام که دیگران من با چی بد بینن، هم خودم هم نمیخوام که من با چی بد بینم. مکانیزم های محافظتی، مکانیزم های محافظتی عقل ما هستین. یعنی یکی از پریمیر میبرم مکانیزمش این مقایسه کنی. مثال به من میگن که تو هر شب ما خورده استی، تو آخی مایزن شدی و میگه نه من مایزن نه، مایزن ها انواع در تک در خواب این خونه ندارد چی ندارد، این هم مایزن، لیکن من مایزن نیست. یا میگن اینمو بازی شوق‌آور یا تلفن بازی، کودک 12 ساله 13 ساله ساعت 2 شب 3 شب در تلفن است، مادرش میگه بچه‌م تو وابستگی داری، تو نمیتونی به تلفن، میگه نه
وابستگی او انم شخصی که شب و روز میشیند درس نمیرد مکتب نمیرد لیکن من وابستگی ندارم این یکی از امنیت محافظت عقلی ما است نمیموند که ما قبول کنیم که ما کسل هستیم ما وابسته هستیم و ما خود ما باور میکنیم به این چیز این محافظت همین خیلی کار میکند که شخص خودش به باور میکند یعنی خودش فریب میکند این ما در همون جمعیت خود ما روانشناس رو چیکار میکنیم یعنی شخص میگیریم این هم محافظتش میشکنیم محافظتی که شخص حقیقت نیست و دروغ بر دروغ میتید اینفرماسیون همین حقیقت به میگن تو عرق خور شدی محافظتش میگرد میگه نه تو عرق خور نه تو مای میزنی برای اون که همسرت گنده تو مای میزنی مادرت را کنترل میکند تو مای میزنی کارت نمیشه تو مای میزنی فلان ها قدر پریمیر میبرد مثال ها میبرد عقل ما تشکر روزی باز این مسئله برمیگردیم از استاد عزیز در اسلام میگن که همه کودکان با فطرتی پاک تولد میشن اینجا اشاره رفت در مورد اونه که همه وابستگی های انسان پیش از همه در محیط عائله شناخته می شود. استاد عزیز نقش عائله رو در پیشگیری همین حالت قسمت نوبتی صحبت ما در مورد راه حل مشکلی اینکه ما گفتیم مشکلی رو که واقعا مشکلی هست ما اون رو نادیده نمیگیریم اصلی تکنولوژی است بسیار خوب گفتیم که این تکنولوژی برابری خوبی است ضرری بیشتر دارد در حالت نظارت نکردن به مانند یک ویروس کووید میتواند تقدیر میلیون ها نفر رو به مشکلی پیشاند من میخواستم نظر شما را استاد در این مورد پرسیده باشم در حدیث پیغمبر آمده است کل مولود یولد علی الفطره همه یک خیل تولد می شود میگن پیغمبر اسلام یک کس عالم یک کس جاهل یک کس جنایتکار یک کس فاضل تولد نمی شود یک کس عرب یک کس انگلیس یک کس تاجیک یک کس ازبک تولد نمی شود همه یک خیل تولد می شود وقتی که در عائله با زبان تاجیکی گپ زنند و زبانش تاجیکی می شود در زبان عربی گپ زنند عرب می شود و انگلیسی گپ زنند انگلیس می شود زبانش به همون می براید بله عادت هم همین است از کودکی باید تربیت کرد مثلا میگن که به نفری رفته گفتن که شما این فرزند من رو یک تربیت کنید آداب و اخلاق آموزید چند وقت شد گفتن که این 20 روزه شد گفتن 20 روز دیر مانده اید یعنی اینجا اشاره است که باید پدر و مادر از روزی که فرزند در بطن مادر پیدا می شود به دنیا می آید مسئولیت دارند مسئولیت پدر و مادر از حد زیاد است یعنی باید فرزند را نام نیک نهادن فرزند را صاحب علم و معرفت کردن صاحب کسب و کمالات کردن نظارت کردن در هزار ساله ها عرف و عادت ما این را معین کرده است اگرچه در کتاب ها نوشته نشود هم که هر یک قدمی کودک در ذهن پدر و مادر هست باید پدر و مادر نگاه کنند که فرزندشان چه سخن میگوید رفتار وی کردار وی آداب و اخلاق وی لباس پوشی وی وقتی که به مکتب می رود احترام استادان وقتی که به دانشگاه می رود احترام همان دانشگاه همه این معین شده است وقتی که همین چیزها کم شد در تاجیکستان گفتن که بیایید ما یک قانون قبول میکنیم قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند میدید خودی همین نام قانون چقدر مسئله ها رو در بر میگیرد مسئولیت پدر و مادر یعنی پدر و مادر مسئول هستند که فرزندشان را در دو چیز یکم تربیه و تعلیم آداب و اخلاق آموختن و علم آموختن اگر پدر و مادر این مسئولیت را از خود ساقط کنند البته جوابگر به حساب می شود از روی قانون در این قانون باور میکنید صدها اشاره ها هست که باید پدر و مادر فرزندشان را تربیت کنند آداب و اخلاق آموزند عائله و عائله داری با قانون خودش را دارد هر یک انسانی که در عائله تربیه هم یابد البته همان
تاثیر اویله هست. وقتی که ما بی‌پروا میشویم گرفتاری ها پیدا میشود. گرفتاری های خوب است، مثلا آداب، اخلاق، رفتار، کردار، سخن نیک گفتن. بعضی آدمان کودکان رو میبینید که از همین کودکی عادت کرده است و شعر یاد میکند، غزل یاد میکند، یک کتاب میخواند، قصه و روایت ها رو میخواند، همه آن رو از خود میکند. این هم یک گرفتاری است، همه با عادت کرده است. این گرفتاری خوب است. یکی گرفتاری بد است که انسان با یک قماربازی است یا که یک شبکه‌های اینترنتی است یا دیگر تلفن‌هایی که مثلا ولی وای هم عادت میکند و عصبی میشود. میبینید که متعصب شده است، حتی با اون راه میرود که وای حتی فدایی میشود. شبکه‌های مخصوص اینترنتی هست که در همین راه آنها هدفمندانه کار میکنند. مبالغان اندیشه‌های افراطی جامعه رو ویران میکنن. میخواهند جامعه ویران شود، میخواهند که در دولت ها ناآرامی شود، مردم رو به یک راه نادرست میبرند. خصوصا کاری میکنن که جوانان با یک مفکوره نادرست گرفتار شوند. بعضی ها پدر هست، مادر هست، خانهشان تنج آرام است، روسیه میروند، مهاجرین مهنتی و شبکه‌های اینترنتی به داخل میشود، فتنه آنها به گرفتار شده سوریه به میروند، خودکشی میکنند، حرام میمورد از نگاه شریعت. لیکن وای خیال میکرد که من برای دین خدمت کرده ایستادم و در اما شبکه اینترنتی میگفت که تو باید همین کار را کنی. امروز باید ما چیکار کنیم؟ باید کاری کنیم که انا همین ترغیبات هایی که نادرست هست، ترغیبات نادرست، باید بر ضد آن ما ترغیبات درست بریم. تشکر. معلم من یک نکته رو پرسیدنی هستم. به اندیشه شما ما در کدام سمت کار بیشتر کنیم که واقعا این یک درد رو ما پست کنیم شدتشه و آهستگی نظر جامعه رو به همه روانه کنیم که استاد بسیار خوب گفتن که بی‌طرف نباشد. خیلی که استاد گفتن کودک بیگناه تولد میشه. روی کوچو میبرد، از کوچه 5 تا همسایه بچهش همراه میشه. 3 ساله، 5 ساله، 6 ساله بچه‌ها بازی میکنن. یک تا کودک میدارد خانه‌اش بیو داداش حقارت میکند. وای دادو گم نمیزند. دویم پسر میدارد و همو حقارت وای 5 تا اویلو میدارن و همو حقارتی یک کس یاد گرفته که 5 تا اویلو میگن. یک تا دادو گم نمیزند، دویم دادو یک تا میزند، سایم دادو این خیلی نگو میگه، چهارم دادو یک بچی دادو قاندت زام میگه و پول میتیاد، اما کاش بیاد، اما کاش میگه که اما کاش این حقارت یاد گرفته است که وای حقارت کنه، اما کاش یک سمیته، آن تربیه هم آن همی خلاقیتی از کودکی از اویله ها سر میشد. آن همون چیز باغچه میرد، مکتب میرد، مکتبی اولیو میرد و همین چیز رواج و رونق میاد. جامعیت اکن اکثر موی تربیه میکند میگم، لیکن اویله نقشی مهم میبازد. پیش راه همین گرفتن به جمعیت بسیار تر کار کردنش تر کار. پدر و مادر و حق و همسایه ها. ولی من کوچه و بچه ها و محلی خودم دیگه محلمی بچه‌م سنگ نگوران این خیلی نکنم افتام نگاه کردم است. اما اونادی بچه جان آدم این خیلی نمی‌کند گفته گذشتیم برا. بعضیش کارتون چیزی میگه. من کارم من دلالی کوچه میگم و گذشته میبرم. بی‌طرف شدن ما در کار نه. هم کمبودی دیدیم می. همون کمبودی اصلاح کردن به کوشش کردن ما در کار. مونده حوزه بی‌طرف بسیار شده که. بله تشکر. تأثیری ما بر روان آدم‌ها چه خیلی باشد. مثلا اینجا معلم گفتن که تربیت کنیم، استاد گفتن که واقعا ما بی‌طرف نباشیم. پس تأثیری ما بیواسطه به ذهنش که باید فرق کند، مقایسه کند. اینجا مثلا خسرو بسیار خوب گفتن که همیشگی در مقایسه باشد. هم بیمارایی که از ما تبابتنده هستند، از خوردی هم پدر مادر تربیه کردگی، اویله های بهترین، اویله های نقص و ها همین پسیخولوژیانده همین چیزاش هست که عقلی رست میگد، یعنی پرده میگیرد، ذاکریتی میگد. когда عقل رست میشد، نه گپی پدر میدارد، نه گپی مادر میدارد، گپی یگان کس نمیدارد. از همین سبب وهاش میبرد، یعنی دیفکت های خاراکترش میبرد، یعنی دروغ بالای دروغ، فریبگری، حق خوب میگد، از در بیرون میبرد با کاری خودش. یعنی از تجربه دیداشیم که تربیه پدر مادر یاردم نکرد. یعنی چی پیشنهاد میکردید؟ کارنیتینوی تراپی میگد این چیزه. یعنی آدم باید خودش رسیده رود.
خودش با واسطه همین ترینینگ ها کارنیتیونی تراپی نوشته خودشناسی کرده خودش باید رسیده رود که کارهایی که وای کرده ایستاده است کارهای نادرست یعنی عقلش پرده گرفتگی به چه فهمد که وای کارش نادرست وقتی که تماما گوییم کاری خودش رو بهانه داده ایستاده است ما وای اکون خیلی ترینینگ ها میتیم و به خود میبیاریم بعد کمتر عقلش که کشاده شد کارهای پیشتر کردگیش می نویسد کاری مستقلانه میشد همه خیلی میگیرد می نویسد بالای خودش کار میکند برای خودش میفهمد و چه خیلی انسان دروغگو کیبرش زیاد شدگی یعنی خفچی یعنی بخیل شدگی همین چیزای نویسته برای خودش درک کرده یک چیزی میبیاد که چه خیلی آدم هست هر یک آدم این 4 سوهای حیات است در درونش یعنی فیزیولوژی جسمانی روحانی جمعیت و اخلاق همین 4 سوهایی که در آدم هست اگر در بالانس مسئول میگن رحمت در بالانس باشد هر چور از آدم در پسیخولوژی گارمونیا میگن یعنی خوشبخت خودش رو اسم میکند این شخصی که وابسته است همین 4 عاملش رو عنصرش رو با همون چیزی که وابسته شده است یعنی با مای یعنی نارکوتیک نشه عوض میکند یعنی با قماربازی عوض میکند یعنی میباید از جمعیت دور میشد پیشتر اگر یورو رفیقاش آدمای نقص با کار مشغول اویله‌دار همه بودن رفته جمعیت دیگر میشد جمعیت یورو رفیقاشون همش مایزن میشن قمارباز میشن دغلقب میشن رفته اینا اخلاقی گم میشود از آن آدم عهده‌داری را گم میکنن یعنی من همسر دارم من عهده‌دار هستم که خورانم پوشانم صحبت نقص کنم بگو بیام همچون یک پدری نقص با فرزندم شینم گپ بزنم نصیحت کنم تربیت کنم من عهده‌داری خودم رو میگیرم از همین چیز اگر من وابسته شوم به من یعنی عوض میکنم به من میدهم اولای خودم من را من قبول میکنم هر یک وابسته همین کارو میکند اخلاقیش بو میگیرد باوری که به ما پیران داده رفتن با اوچهامو که آدم خوب شو گپی نغزن رفتاری خوب کن با همسایت سلام علیک کن همسایت یاردم کن همین چیزا رو میگیرد وابستگی از شخصی وابسته شده روحانی آدم رو پست میکند میگیم فقط حالتش یا غضبناک هر یک چیزی که گپ میزند اوله به او سخت میرسد جنجال معقول نیست فقط خفه میشود برای او همه اویلش دشمن میشود کسی که به او گفت نکن این کار او دشمن است همچون معلومه گفتن همه چیزش رو برآورده میفروشد برای که هم به پیش وابستگیش رود اکنون ما چی میگوییم وقتی که ما میگیریم شخص به معالجه ما با همین 4 سمت حیاتش کار میکنیم یعنی با جسمانیش رو به جوش میبریم بعد میگیریم اخلاقیش یعنی عهده‌داریش رو بلند میکنیم وظیفه داریش رو پیش اویلش بلند میکنیم مناسبتی با فرزند و با مادر و با پدر و با یار و دوستان با ارگشته برقرار میکنیم من امروز نهایت خرسند شدم که من جوانها همیشه یک مرکزی برقرار کنی روحی تشکیل کردن در شهر خوجند مرکز به رفته طبابت کردن مبلغناک است یا بی مبلغ یکمین درجه ما به چه اهمیت میتیم خواهش یکمش ما به خواهشی درو شدن دارد یعنی خواهشی درو شدن داشته باشد دیگر راهش حل شونده دیگر راهش مبلغ هم مبلغ میگیریم چون که ما متخصصا داریم متخصصا کار میکنن اونها هم زندگی دارن مبلغ گذاری هست وقتی که شما همین مرکز تشکیل میکردید بیشتر تجربه کدام کشورها رو آموختید تجربه روسیه در شهر رستوف من کار کردگی خودم سوچی کار کردگی سنت پترزبورگ کار کردم قزاقستان کار کردم قزاقستان درس دادم رفتم یک ریابیلیتاسیون تشکیل کرد همجا رفتم درس دادم تشکیل دادیم قطعی هم وایش رهبرش همون به بی‌طرف شدن در کار نیست یکمش همین یک چیز است که ما بسیار میبینم
همسایه اگر کسلی همین یعنی قماربازی میگن مشود بسیاری هم میگن خی خونه من نیکو ها بچه من نیکو یا خشتبار میشن خی بچه من نیکو این همین بی‌طرفی بسیار شوی آورده شده است چون که در تجربه ما میدونیم که یک نشمند خودش که نشمند شد با 3-4 کس نشمند میکند این همین خیلی کسلی است کسلی گذرنده هم چه گویم همیشه اما بی‌طرف شدن در کار نیست مراجعت کنن ما همه وقت تیار دستگیر کردن با تشکر زیاد آدمانی با تجربه در تلویزیون و رادیو تجربه حیات خود را گویند زیرا انسان عزیز و مکرم است انسان اگر برای نیک رود میگویند عقلش و نفسش اگر غالب باشد وی از فرشته بهتر است لیکن برعکس اگر نفسی وی به عقلی وی غلبه کند وی از حیوان بدتر است برای همه باید انسان هر یک انسان خواهی جوان است پیر است باید به قدر خودش رسد با قدر عمرش رسد یعنی عمر خود را غنیمت داند هر یک نفر باید در دلش مهر و محبت به پدر مادر به وطن و ملت خود باید دائمی باشد به قدر امکانات به خلق و وطن خود خدمت کند تشکر استاد تشکر زیاد مهمانای ارجمند کارشناسان عزیز برای اشتراکتان برای پذیرفتن دعوتی ما به خاطر آنه که ما در آغاز گفتیم موضوع بسیار مهم است استاد در خاتمه صحبتشان بسیار یک نکته مهم اینجا ذکر کردن که واقعا هم این گرفتاری ها بود که طایفه از جوانای ما افراطی هم شدن این تاثیر رساندن به روان آنها بود به ذهن آنها بود یعنی مبلغان اندیشه های افراطی توانستند در ذهن آنها یک گویم ویروسی رو جا کنند که مثلا در کمترین فرصت نه تنها خودشان اینچنین والدان خودشان را نشناختند یعنی همین گرفتاری هایی که در برنامه ذکر شد گرفتاری های مادی که مثلا از قبیل میزدگی و نشمندی و قلابی و قماربازی و گویم دیگر گویم گرفتاری از شبکه های اجتماعی همه آنها یک فرصتی بود که آنها اولین قدم رو گذاشتند متاسفانه از اطرافیان صدای نشد آنها رو نشنیدند و همین نشنیدن بود که آنها رو به همین حالتی روانی به بیماری آورده رسانید و فکر میکنم سخن استادا و کارشناسان ارجمند برنامه برای آنهایی که این لحظه با امید به این برنامه توجه دارند برای آنها یک کاری کرده باشد برای خودشان یک معلومات گرفته توانند در آبادی این جمعیت خدمتگزار باشند این برنامه توجه بود خیر خانتان آباد باشد